این کاشکاری منحصر است بیشتر به اصفهان، چون که هنرمندا همه از زمانی قدیم هم تو که من هستم، من نسل شما اجدادمون همه هنرمندان مال اصفهان بودن و الان یه خورده رفته به مثلا شهرهای دیگه، ولی اصلش تو اصفهان داره انجام میده. بیشتر این بناهام که ما کار میکنیم کتیبه هاش تمام آیات قرآنه. دیدی چشما سوی چشما از بین نمیبره، شفاف میکنه. این آب این روشنایی میده، باده زیبایی میده، شاد میکنه. متوجه این؟ آبی روح آدم ها باز میکنه،
بشاش میکنه، مثل بیشتر آبی. مثلا منظور دو همون فیروزهیه. ما این صدایی تیشه که میخوره روی این کاشی برامون یه بشاشیتی به وجود میاره و واقعا منو شاد میکنه، لذت میبرم. مثل یه آهنگ میمونه که یه موسیقیدانی آهنگ بزنه و شاد میشم. من از این تیشه و از این کاشی‌های معرق که در تمامی بناهای تاریخی میزدم لذت میبرم، شاد میشم، بشاشم. فیلم‌ها رو بگیرید و حتی زیرش بعد نشسته آقای مهندس یخون نجات. این کار به خاطر اصالتی که و سنتی که داره از قدیم و از پدران بهت رسیده ادامه داره و هر ترکی 30 متر از 6 ماه طول می‌کشه.